سلام دوستان، امیدوارم حالتون خوب باشه. سجاد هستم، 16 سالمه. امروز اومدیم با خاطرات ترسناک شما پارت اول. تلگرام من بنده رو اگه دارین، که اگه هم ندارین آخر ویدیو میذارم، حتما بهت عذر گفته بودم خاطرات ترسناک اگه دارین بفرستین، من به عنوان اولین ویدیو یوتیوب من ازش استفاده کنم. الان ببخشید که بک‌گراند یعنی ندارم، از ویدیوهای بعدی انشالله بک‌گراندمو بهتر میکنم و بهتر جلوی دوبی میام. بدون معطلی وقتتون رو نمیگیرم. قبل از رفتن به سراغ خاطرات شما، لایک بزنید، سابسکرایب کنید، زنگوله بغلم بزنید که هر وقت ویدیو گذاشتم بیاید ببینید. بدون هیچ معطلی let's go. اینو دارم از زبون برادرم میگم. یه روز من و دوستان برای تعطیلات عید رفته بودیم جنگل. اونجا بساطمون رو پهن کردیم. به یک ساعتی گذشت دیدم یه سایه پشت سرمه. گفتم شاید یکی از دوستانم که میخواد من رو از پشت بترسونه. من هم رفتم پیش همون درختی اونجا وایساده بود. اون هی میرفت و پشت من و من هی میرفتم پشتش. اینجا غلط املایی داشتم، میگه که هی اون میرفت پشت من و من میرفتم پشت اون. آره اگه اونجوری من برحال هوا تاریک شده بود. من داد زدم و اسم دوستامو گفتم. هیچکی جواب نداد. یک دفعه انگار یکی از پشتم با پاها هل داد و افتادم. انگار یه 3 نفر داشتن منو با پا میزدن. من یک کتکم زده بودن که انگار مثل فلجا شده بودم. حتی جون داد زدن هم نداشتم. یه ساعتی اونجا افتاده بودم. یک دفعه صدای یکی از دوستان اومد. منم با تمام قدرت که داشتم داد زدم. اونا خدا را شکر منو پیدا کردن. اون سایه نمیدونم جن بود، آدم بود، هرچی بود که بعد از اون اتفاق دیگه هیچ وقت جنگل نرفتم. میرسیم به دومین خاطره ما که میگه سلام، چطوری؟ این داستان خیلی دارک هستش. مامان بزرگم مریض بود، حالش خیلی بد بود. معلوم بود میخواد به رحمت خدا بره اون دنیا. اون شب که مامان بزرگم مرد، مامانم شب قبلش خواب دیده بود. 2 تا آدم جوان پسر پشت خونه مادر بزرگم بودن که لباس سفید پوشیده بودن و به مامانم میگفتن من میخوام مامانت رو ببرم. مامانم هم گفت من مامانم رو نمیدم ببری. اون هم اصرار میکرد. اونا هم اصرار میکردن مامان بزرگم رو ببرم، ولی مامانم نمیذاشت. ولی فردای شب همان شب مامان بزرگم مرد. یعنی چی؟ چطور میشه مگه داریم بخوان آدم رو ببرن ولی بیان تو خواب دخترش بگن ما میخوایم مامانت رو ببرن؟ من اونا شاید از طرف الهی معبود بودن که اصلا چیز عادیه. مثلا یکی از اقوام اون فامیل بتونه خوابش رو ببینه، اصلا چیز عادی هستش. جزم ترسناک نبود. سلام، 14 سالمه. یه سری خانواده بیرون میرفتن و ساعت تقریبا 8:30 شب بود و من باهاشون نرفتم. و مامانم وقتی داشت میرفت گفت ظرفا رو هم بشورم. من هم بلافاصله بعد این که رفتن من درو بستم رفتم ظرفا رو بشورم و هدفون گذاشتم توی گوشم و هم گوش میدادم. بعد این که شستم اومدم جلوی تلویزیون که شبکه رو عوض کنم که دیدم در ورودیمون بازه. با ترس رفتم سمتش و در رو بستم و قفل کردم و بعد اینکه خانواده‌ام اومدن بهشون تعریف کردم ولی حرفم باور نکردن و گفتن توهم زدم. شاید یادت رفته یا میتونه ماورا طبیعه باشه یا خیلی چیزای دیگه که یادت رفته. ما میذاریم برای اینکه یادت رفته. دوستان ما میخوایم یک احضار روحی کنیم. اگه بخواین، اگه این ویدیو بالای 5 تا لایک بگیره من ویدیوهای بعدیم احضار روح رو انجام میدم. بریم با آخرین خاطرمون که دیگه خیلی وقتتون رو نگیریم. اگه بخواینم تو کامنت ها بگید پارت دومش رو بذارم. میگه یک شب ساعت 3 نصف شب بود که خونه تنها بودم. گفتم احضار روح کنم و شروع کردم به احضار. یه نوع احضار روحه که باید تنها باشی.
اول یه صدایی آمد، اهمیت ندادم و دراز کشیدم تا دوباره در اتاق محکم بسته شد. بازم گفتم باد بود. چراغ خاموش و روشن شدن. که یه موضوع شرکت بلند دیدم که صورت خونی، لب پاره داشت. قدش حدود 2.5 متر بود. با چاقو بهم حمله کرد. منم شروع به فرار کردم. وقتی رسیدم توی کوچه دیگه نبودش. سریع به مامانم زنگ زدم، اونم خودش رو رسوند. رفتیم پیش دانی می‌نویس و گفت اون زن قصد جون تو کرده بود. خب دوستان، اینم از این ویدیو ما. امیدوارم خوشتون بیاد. کم کسی که زیاد داشت، خودم میدونم خودم مریض بودم، نتونستم زیاد خوب انجام بدم. امیدوارم به هر حال خوشتون بیاد. اگه میتونین یه لایک، کامنتی، سابسکرایبی انجام بدین که بعد ویدیوهای بعدیمون انشالله به مراتب بیشتر و بیشتر میشه، بک‌گراندمون عوض میشه، جاهمون عوض میشه، احضار و روح انجام انشالله میدیم. دیگه هیچی دیگه. امیدوارم حالتون همیشه خوب باشه. تا یه ویدیو دیگر، بدرود.